روز سه‌شنبه مجله نیویورکر نوشت که 13 زن از بادخلاقی کارگردان شرکت فیلمسازی هالیوود هاروی واینشتین شکایت کردند و از این بین 3 نفر او را به تجاوز به ناموسشان متهم کردند. سخنگوی واینشتین این دعواها را رد کرد. خبرگزاری رویترز در این باره از منبع‌های مستقل اطلاع دسترس نکرده است. با گفته سخنگوی شرکت واینشتین، هر ادعایی که در مقاله نشر شده است اساس ندارد، زیرا روابطی که جای داشت با رضایت جانب‌ها صورت گرفته بود. در مقاله نیویورکر تأکید شده است که واینشتین 65 ساله طول 3 سال اخیر نسبت زنان بدرفتاری را روا دیده است. یکی از این زنها اشلی جد می باشد. هفته گذشته واینشتین با پخش یک اظهارات از آزاردیده ها عذر پرسید، اما بعدتر تهدید کرد که دعواگران را به دادگاه می کشد. در پی نشر مقاله نیویورک تایمز، واینشتین مقام همرئیسی را در شرکت خود از دست داد. نیویورکر خاطر نشان کرده است که بعضی ها از گروه 13 زن دعواگر با روزنامه نیویورک تایمز مصاحبه داشتند. یکی ستاره هنری ایالات متحده آمریکا و دیگری ستاره جوانی ایتالیایی گفتند که واینشتین آنها را تجاوز کرد. همچنان در گفتگو با نیویورکر 2 هنرمند دیگر، روزانا ارکت و میرا سروینو، از دست درازی واینشتین به ناموس خود شکایت کردند. هاروی واینشتین یکی از قدرتمندترین افراد هالیوود به شمار می رفت. فیلم های او شکسپیر عاشق و چیکاگو جایزه اسکار گرفتند.